در این دستم که میبینین این S25 اولترای اصلی است که خودم استفاده میکنم. البته من فقط به خاطر هوش مصنوعیش استفاده میکنم سامسونگ دوستا، اما در قسمت ویدیو و عکس گرفتن همیشه آیفون استفاده میکنم و این همچنان ساختگیش است. حالا باز میکنیم میبینیم که چقدر فرق است بینشان. البته یک کار بسیار شیرین کرده صاحبای عزیز، بر من یک دونه از این پندگک روان کرده دستبند که اینجا تشکر میکنیم از شرکتشان، از شرکت امینوی که ساختگی میسازه. این حالا باز میکنیم دوستا. چک پوش خوبش جور کرده، پوش رو مقبول است، پریمیوم احساس میتورتان. یک دانه سیخک که تلفن باز میکنیم، باز هم سیخکش مثل زمو اصلی است داخل قابش که میه و البته که همراه ساختگیش دوستا یک دانه پوش میه و هم یک دانه ورق صفیش میه که دوستا در اصلی اینا را نداره. از اصلی که یک چند نمبر بالاتر است تا فعلا و در اینجا خود تلفن است دوستا. قبل از اینکه خود تلفن رو بکشیم دیگه ببینیم در قاب خودش چی داره دوستا. یک دانه آداپتور داره که با قدرت 24 وات شارژ میکنه دوستا این آداپتور و همچنان یک دانه لاین به درد نخور و دیگه یک دانه هم گوشکی میبره دوستا و به ورودی گوشکیشم تایپ سی است. خب اینا رو میمونیم حالا در کنار، میایم سر گپ اصلی دوستا. جانور خودش اینجاست، اشک یک دانه اینجا چیز انداخته که خراب نشه، همیشه بکنیم، ما نیاز نداریم همچین چیزی را. من رنگ طلاییش گرفتم. باور کنین در بیرون بسیار شباهت زیاد داره به هم دیگه دوستا. ببینین فقط اگر این رقم که ببینین در اصلی قلمش در دست راست است دوستا، در ساختگی در دست چپ است و همچنان جای سیم کارت اصلی در پایین است دوستا، ساختگی در بغل است و دو دانه دکمه می رقم کودگه داره. ای هم داره دوستا، ویلکام نوشته شد. بیرونش بسیار خوبش است، احساس پریمیوم داره. اگر در بیرون یک کس ببینه میگه یعنی حتما S25 اولترای اصلی داره ای، ولی داخل که میشین دوستا داخل شما را خوشحال کرده نمیتونه براتون بگویم، زیرا شما پیسی که سر ازی میتین کلگیش در سر بیرونش مصرف شده که شباهت بده با تلفن دیگه و همچنان این هم کمریش است. اگر در افغانستان کدام کس از شما همیشه میخوای S25 اولترا میتونن یک دانه ازی بگیرین، اما باش بگوین که ساختگی است. کمریش ببینیم چی رقم است. به نظرم یعنی با قدر هم بد نیست دوستا، قابل استفاده است. این هم کمریش است که میبینین، صدای عکس گرفتن شدیدین. صبر کنن، من دوباره عکس میگیرم از خودم و امروی کمری پیش روش عکس میگیرم.